حين ولدت أعطيت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام بیننده گرامی. با اسم نجیب است، از افغانستان مزاحم شما شدم. نجیب جان برادر عزیز بفرمایید. صرف میخواستم که پروگرام های شما تشکری بکنم تشکر و ما همیشه پروگرام های شما رو تعقیب کردم. صرف میخواستم بگم که هر حرف شما و هر کلمه‌ای که شما میگین مشت کوبنده در دهان مشرکین است و در دهان رافضی هایی هستند که به خاطر نابودی اسلام و مسلمین کار میکنن. تشکر از شما نجیب جان، الله متعال ستون کنه. سپاس بسیار زیاد از شما. صرف میخواستم که همراه شما هم کلام شوم و بسیار زیاد تشکر از شما و خداوند متعال اجر دنیا و آخرت نصیب شما. آمین. سلامت باشید. منم خوشحال شدم از اینکه شما زنگ زدین به شبکه. تشکر از شما. و چیز دیگر میخواستم بگم آقای انصاری که در افغانستان هم فعلا مردم بسیار مشتاق همین پروگرام های شماست و در این حال پروگرام های شما رو تعقیب میکنن. الحمدلله. یک بیداری را به وجود آورده در بین مردم موحد و انشاءالله بسیار کسا به طرف توحید روی آوردن و در این حال همین کسایی که دشمن اهل بیت هستند، دشمن صحابی جلیل القدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستند، دشمنان از او الان میخواهند که او چیزی که به حساب میخواستند که اونا رو توهین کنن، از این کار توهین و کارهای ناروا دست برداشتند که بسیار انشاءالله یک کار بسیار خوب است و انشاءالله یک اجر بسیار عظیم است. انشاءالله اجرش خدای پاک بر شما بده. آمین آمین. جزاک الله خیر. تشکر برادر عزیز. الله متعال ستون کنه. سپاس میکنم. خدا سپاس از شما. خدا نگهدارتون.